بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین ویدیوی جاوا را رکورد میکنیم. در این ویدیو تصمیم داریم که یک مقدار در مورد نتبینز صحبت بکنیم و آیدی هایی که در قسمت جاوا وجود داره. البته آیدی یک نرم افزاری است که کدهای جاوا را میتونه اجرا بکنه. اجرا کردن کدهای جاوا را با استفاده از کامپایلر انجام میده و بعدا یک محیط را فراهم میسازه که شما کد نوشته بکنید. قسمتی که شما در اینجا میبینین ما محیط نتبینز را باز کردیم و میتونیم در این قسمت کدها را نوشته کنیم. بعدا وقتی این را اجرا میکنیم کامپایلر این را ترجمه میکنه و بعد بر ما آوتپوت یا همون نتیجه‌ای که از ترجمه کردن کد میگیره بر ما نمایش میده. خب در نتبینز روی مسائل دیگهش نمیپیچیم. ما دو نوع آیدی خیلی مشهور در قسمت جاوا داریم. یکی این نتبینز هست و دیگه اکلیپس هست. اکلیپس یک آیدی اوپن سورس است، نسبت به نتبینز سبکتر کار میکنه، سریعتر اجرا میشه و اگر قسمت گرافیکیش در نظر بگیریم، چون ما قسمت های گرافیکی جاوا را بعداً که شروع بکنیم، نتبینز امکاناتش نسبت به اکلیپس بیشتر هست. نتبینز شما وقتی بار اول باز بکنین طبعا یک سلسله تنظیمات را باید انجام بدین. مثلا اگر همین پروگرام ما بخوایم که قسمت خروجی از این را ببینیم، ما مثلا یک خروجی میتونم که یک هلو ورلد خروجی میتونم اجرا کردن. این خروجی را شما میتونین در قسمت رن بیاین، در اینجا رن فایل بگین، یا هم شما میتونین از کیبورد شارتکت شیفت F6 را بگیریم و بعد از این را اجرا بکنیم. خب وقتی ما و شما این گزینه خود اجرا بکنیم بر ما آوتپوت نشان میده، اما بار اول وقتی شما نتبینز نصب بکنین اینی آوتپوت بر شما در حروف خیلی کوچک نشان میده که شما میتونین با استفاده از کنترل و علامه مثبت یا آوتپوت خود بزرگ بسازین یا هم کنترل علامه منفی آوتپوت کوچک نمایش بدین. تازه وقتی اجرا میکنین به این اندازه ایرا آوتپوت شما رو نشان میده که با استفاده از کنترل مثبت اینا رو بزرگ میتونین. و دیگه تکس سورس کد خودی سورس کد وقتی شما میین در قسمت اجرا میکنین، این سورس کد ها به شکل خیلی خرد میباشه که شما میتونین از قسمت در تولز بیاین و بعد از او در آپشن از قسمت آپشنز ما شما میریم تنظیمات فونت انجام میدیم که یک گزینه دیگه داریم به نام فونتس اند کلرز و از قسمت فونتس اند کلرز نوعیت فونت شما انتخاب میکنین که فونت با چی نوع باشه و بعد اندازه فونت از این دکمه تعیین میکنین. خب چی نوع فونت باید باشه و بعد از اندازه چی مقدار باشه میتونین خرد بگیرین یا بزرگ بگیرین. دکمه اوکی را کلیک بکنین، فونت شما تنظیم میشه و به همون شکل بک‌گراند را میتونین تنظیم بکنین، فورگراند را میتونین تنظیم بکنین. از قسمت افکت هایش مختلف از قسمت شما تنظیماتش انجام داده میتونین. و یک مسئله شارتکت ها میمونه که ما اگر در نتبینز بعضی شارتکت ها را میخوایم اجرا بکنیم به چه شکل باید بیاریم. مثلا ما شما میتونیم پیو نوشته بکنیم و بعد تب فشار بدیم پابلیک نوشته میشه و استی نوشته بکنیم تب فشار بدیم استاتیک تکمیل میشه، یا مکمل متد مینه ما با استفاده از پی یا به خاطر پابلیک و اس به خاطر استاتیک، فی به خاطر فوید و ام به خاطر مین گرفته میکنیم. این شکل بعدا وقتی ما شما لوپ ها را کار بکنیم میتونیم حلقه فار را با استفاده از فار آی نوشته کنیم و تب فشار بدیم فار تکمیل میشه. یا مثلا شما میایین در این قسمت اف و الز میگیرین، اف و الز نوشته میکنین، بعد تب فشار میدین بلاک های اف و الز بر شما نوشته میکنه. این گزینه ها قسمت های خیلی ضروری که بر ما و شما هست. مثلا ما اکسپشن هندلینگ بعضی مواقع میخوایم کار بکنیم با استفاده از بلاک های ترای کچ میتونیم اون نوشته کنیم و این گزینه بسیار به شکل شارتکت میتونه ایرو. اما این شارتکت ها در کجا وجود داره؟ شما وقتی در قسمت هلپ بیاین یک آپشن ما و شما داریم کیبورد شارتکت کاردز و این به شکل یک فایل پی دی اف باز میشه و تمام شارتکت هایی را که ما و شما فعلا در نتبینز کار کردیم در این قسمت موجود می باشه. مثلا ما شارتکت متد مین با استفاده از یک شارتکت آوردیم که در این قسمت هست. ما در نوشته کردم پابلیک استاتیک void main PSVA و بعد متد مین بر ما تکمیل کرد، یا پیو نوشته کردم پابلیک
تکمیل نشته کرد، تب و فشار دادم و بعدا RE را اگه شما نشته کنین ریتورن نشته میکنه، یا SOUT ما شما نشته کردیم، یک دانه متد پرینت بر ما شما نشته کرد با استفاده از کلاس system.out. تمام شارتکت ها در این قسمت موجود می باشه، شما میتونید از روی استفاده کرده. با همون شکل if و else است، insertion که با همون شکل استفاده میشه و for است، for به خاطر for C، for each، for I و انواع اقسام شارتکت های را که شما میتونید از اینجا دریافت بکنین و استفاده بکنین. در ویدیوهای بعدی انشاءالله ما در مورد وریبل ها صحبت میکنیم و قسمت های عملی جاوا را انشاءالله ما شما شروع میکنیم.